در مقابل شما گرانبهاترین درخت جهان قرار دارد. قیمتی که هر کیلوگرم آن ده‌ها هزار دلار است و حتی از ارزشمندترین فلزات دنیا نیز پیشی می‌گیرد. این کینوم است. چوبی که به چوب خدایان شهرت دارد و در اوج اشرافیت و تجمل جای می‌گیرد. کینوم بالاترین رده عود محسوب می‌شود و به خاطر رایحه شرنی بی‌نظیرش مشهور است. بزرگترین خانه‌های عطرسازی دنیا آن را جستجو می‌کنند و محصولات ساخته شده از آن بویی منحصر به فرد دارند. این درخت تنها در نواحی محدودی از جنوب شرقی آسیا یافت می‌شود. نکته شگفت‌انگیز این است که هر درخت عودی به چنین ماده ارزشمندی تبدیل نمی‌شود. ارزش آن فقط زمانی به وجود می‌آید که تنه درخت با نوعی قارچ خاص آلوده شود. در واکنش به این آلودگی، درخت شروع به تولید رزینی محافظ می‌کند که به تدریج در چوب نفوذ کرده و ساختار تیره و فشرده ویژه‌ای ایجاد می‌کند. همین رزین منبع رایحه پیچیده‌ای است که ترکیبی از نوت‌های میوه، وانیل، مشک، عنبر و صمغ‌های چوبی را در خود دارد. فرایند بلوغ این رزین ممکن است ده‌ها طول بکشد و همین موضوع قیمت سرسام‌آور کینوم را توضیح می‌دهد.